سازمان میراث فرهنگی در استان گیلان تصمیم گرفته خانه دوران کودکی هوشنگ ابتهاج، شاعر شناخته شده را در شهر رشت به فهرست آثار ملی ایران اضافه کنه. بشنویم از شهرام میریان. چه باک اگر نرسیدیم ما به کوی رسیدن، هزار گام روان هست و آرزوی رسیدن. ز پای طاقت خود شاکرم که با همه پیری، هنوز میبردم روز و شب به سوی رسیدن. هوشنگ ابتهاج با نام هنری ه الف سایه 91 سال پیش در شهر رشت زاده شد و در 19 سالگی با انتشار دفتر شعری به نام نخستین نغمه‌ها به صف شاعران ایران پیوست. آقای ابتهاج 30 سال است همراه با خانواده به شهر کلن آلمان مهاجرت کرده و برخی اوقات هم به ایران رفت آمد دارد. در سرودن انواع شعر از غزل و رباعی و مثنوی گرفته تا دوبیتی و قطعه و شعر نو دست دارد. گرایش ه الف سایه به سرودن غزل اما بیش از دیگر قالب‌های شعری است. حال به خواست مردم و کنشگران حوزه فرهنگ و ادب، سازمان میراث فرهنگی استان گیلان تصمیم گرفته خانه دوران کودکی هوشنگ ابتهاج ه الف سایه در شهر رشت در فهرست آثار ملی ایران جای گیرد. این خانه که قدمتی 100 ساله دارد قرار است ابتدا برای جلوگیری از تخریب آن ثبت ملی شود و سپس شهرداری رشت این خانه را از مالک کنونی آن خریداری کند. یلدا ابتهاج فرزند هنرمند شاعر که چندی است پیگیر این امور است، درباره ضرورت حفظ و نگهداری خانه دوران کودکی پدر اینطور به ما گفته: خونه‌ایه که سایه درش به دنیا اومده. اولین شعراشو گفته. این خانه مادری هست، فاطمه رفعت، و در واقع تلاشی هست که این خانه ثبت بشه. این خونه به محلی برای شعر و ادب ایران، برای رشت خانه تأسیس بشه، احیانا فعالیتی انجام بشه. من خودم رو در واقع در این موضوع فقط به عنوان یک فردی میبینم که وظیفه‌ای به عهده داره و نسبت به گذشته‌ای که اتفاق افتاده و اون محل مکانی هست که اولین شعرها اونجا سروده شده و خاطرات اصلی پدر اونجا شکل گرفته حفظ بشه و در واقع ما بتونیم از طریق این امکان خانه‌ای که هست رو نگه داریم، تخریب نشه، به این وسیله به آیندگان سپرده بشه و یادگاری از سایه برای این شهر باقی بمونه. خود پدر از روزهای اول که این موضوع مطرح شد همراهی نمی‌کردن، میگفتن که با این کارا جاودانگی رو نمیشه قطعی کرد. اون چیزی هست که خودش هست یا نیست. من این حرف رو قبول دارم، ولی به ایشون گفتم که من و بقیه فرزندان ایران وظیفه‌ای داریم و این وظیفه ما رو متوجه میکنه که این تلاشمون رو بکنیم و این خانه رو به نام شما و مادر شما نگهداری کنیم برای برنامه‌هایی که برای شعر سایه هست یا شاعرایی که در این شهر خواهند بود نگهداری بشه. امیدوارم میراث فرهنگی این کار رو سریعتر انجام بده تا احیانا این خانه مورد تخریب پیش نیاد. در حالی که سازمان میراث فرهنگی استان گیلان تصمیم گرفته خانه دوران کودکی هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشناس در شهر رشت، به فهرست آثار ملی ایران بپیوندد، 10 سال پیش خانه این شاعر در تهران با نام خانه ارغوان به ثبت این سازمان رسید. دلیل این نامگذاری وجود یک درخت ارغوان است که در این خانه رشد کرده و هوشنگ ابتهاج ه الف سایه به یاد آن شعر زیبایی به نام ارغوان سروده. شهرام میریان، رادیو فردا.